وقتی 17 ساله بودم هنوز گواهینامه نداشتم. واسه همین اکثرا یا پیاده مسیرمو میرفتم و یا مفتی سواری میکردم. یه شب خیلی سرد بود و هیچ ماشینی تو جاده دیده نمیشد، اما یه نفر کنارم نگه داشت. سریع براندازش کردم. میخواستم بدونم اگر خطرناک از آب در بیاد میتونم از خودم دفاع کنم یا نه. طرف مرد لاغری بود و قیافه جدی داشت. بهش مسیرمو گفتم و اونم قبول کرد و سوار شدم. به هم دیگه اسممونو گفتیم و دستمو گرفتم جلوی بخاری تا گرم بشه. مرد به آرومی صحبت میکرد و ازم چند تا سوال راجع به اون منطقه پرسید. بهم گفت من چند ماه بیشتر نیست که دارم اینجا زندگی میکنم، ولی به نظرم خیلی شهر قشنگ و آرومیه. امیدوارم بتونم اینجا خوشبختی رو پیدا کنم. حرفایی که میزد برام یه مقدار غیر عادی بود، ولی اهمیتی ندادم. برف شروع به باریدن کرد و جاده لغزنده شده بود. مرد سرعتشو کم کرد و چشماشو مستقیم داد به جاده و در سکوت به رانندگیش ادامه داد. از اون سکوت خوشحال بودم، چون من آدم درونگرایی هستم و برام اینجور صحبت‌ها سخته. حدود 10 دقیقه بعد به یه چهارراه نزدیک شدیم که دیدم یه ماشین داره جلومو سر می‌خوره. واسه همین گفتم مراقب باش. سریع پاشو گذاشت رو گاز و مثل فشنگ از چهارراه رد شد و داد زد هرگز سر من داد نزن. من جا خوردم و آروم بهش گفتم ببین همینجا خوبه، نگهدار پیاده‌شم، بقیه‌شو خودم میرم. انگار اصلا صدامو نشنید. منم دوباره گفتم ریچارد، شنیدی چی گفتم؟ گفتم نگهدار بذار برم. اما باز جوابی نداد. مستقیم به جاده زل زده بود و سرعتشو بیشتر کرد. مثل سگ ترسیده بودم و دست و پاهم داشت میلرزید. فکر میکردم قراره بمیرم. نمیدونستم بهتر لال بمونم یا صحبت کنم. فقط میدونستم که عمرن نباید صدامو ببرم بالا. بعد از مدتی مرد شروع کرد به زیر لب حرف زدن. درست نمیفهمیدم چی داره میگه، ولی من فکر کردم داره با من حرف میزنه و بهش گفتم چی گفتی؟ نشنیدم. دوباره زیر لب تون یه چیزایی گفت، مثل تو همیشه سر من داد میزنی، بارها و بارها بهت گفتم سر من داد نکش، اصلا خوشم نمیاد، نه تو گوش نمیدی. من همینطور نشسته بودم و با ترس نگاش میکردم. اصلا نمیدونستم چی کار کنم، چی بگم، جوابشو بدم یا دهنمو ببندم. تو فکر بودم از ماشین بپرم بیرون، ولی همون موقع دیدم دکمه قفل در سر جاش نیست. انگار از قبل برداشته شده بود. گریم گرفت. میخواستم فرمونو بچرخونم تا تصادف کنیم بلکه نجات پیدا کنم. اما ناگهان واسه اولین بار سرشو چرخوند و به من نگاه کرد. چند بار تون پلک زد. بعد سرعت ماشینو کم کرد و کنار یه پمپ بنزین نگه داشت. صبر کردم ببینم قفل درو باز میکنه یا نه. نمیخواستم دوباره چیزی بگم که ناراحت بشه. بعد از 1-2 دقیقه آروم گفت به نظرم بهتره پیادت کنم. بعد دکمه قفل فشار داد و درو باز کرد. من بدون هیچ حرفی سری از ماشین پریدم بیرون. میخواستم برگردم و برم سمت پمپ بنزین که اسممو صدا کرد. چهرش خیلی ناراحت بود. برگشتم سمتش و بهم گفت متاسفم، ببخشید اگه ترسوندمت. من هیچ وقت به کسی آسیب نمیزنم و بعد پرسید میتونی راحت برگردی خونتون؟ منم گفتم بله و بعد آروم درو بستم. ماشین رو روشن کرد و رفت، اما ناگهان نگه داشت. چند دقیقه سر جاش نشست. سرشو گذاشته بود رو صندلی بغلی. خشکم زده بود و نمیدونستم چه خبره. میخواستم فرار کنم سمت پمپ بنزین، اما پنجره‌شو کشید پایین و داد زد و داشت یه چیزی رو دستش تکون میداد. کلاهم بود. رو صندلیش جا گذاشته بودم. آروم نزدیک ماشینش شدم و اونم کلاهمو گرفت سمتم و دوباره ازم معذرت خواست. نمیدونستم چی باید بگم. فقط گفتم ممنون. دور شدنشو تماشا کردم. میخواستم مطمئن بشم دور و برم نیست تا نفهم خونمون کجاست. موقعی که داشتم راه میرفتم کلاهمو دوباره گذاشتم سرم که یه تیکه کاغذ ازش افتاد بیرون. یه کاغذ تا شده و یه $100 بود. نوشته بود متاسفم،
لطفاً یه تاکسی بگیر و امشب دیگه مفتی سواری نکن. منم نکردم. در واقع آخرین بار تو تاریخ زندگیم بود که سوار ماشین غریبه ها شدم. دیگه هرگز اون غلط رو نمی کنم.